ماشاءالله خدا قوت. دست مریضات به شما. زوج دوچرخه سوار ایرانی که با یه بچه خردسال تو سفر هستن. ماشاءالله به این اراده. دمتون گرم. درود بر شما. وقتتون بخیر. خیلی خوشحال شدم تو مسیر باهاتون آشنا شدم. لطفا خودتون رو معرفی کنید و در مورد سبک سفرتون بگید که چرا دوچرخه رو انتخاب کردید، درباره چالش‌های سفر با دوچرخه، اونم با یه بچه خردسال. خیلی خوشحال میشم از زبون خودتون بشنوم. من باران هستم، مسعود همسرم و نیکان پسرمون 2 سالشه. ما تقریبا قبل از به دنیا آمدن نیکانم این سبک رو انتخاب کرده بودیم و سفر میکردیم، به خاطر اینکه دوست داشتیم با مردم وقتی سوار ماشین هستی خب نمیتونی توقف کنی، با مردم مثلا مکالمه داشته باشی، بتونی باشون زندگی کنی و در کنارشون باشی، همیشه تو جاده در حال حرکت با سرعت زیادی. ما سبک دوچرخه رو انتخاب کردیم چون که دوست داشتیم از همه اتفاقات اطرافمون لذت ببریم، از مردمشون، همصحبتی، از اتفاقات اطرافمون بیشتر احساس دریافت کنیم. این شد که ما قبل از این هم سفر کردیم ولی با نیکان 2 ساله که در سفریم. ماشاءالله به همتتون. و شما مسعود عزیز، باعث افتخارم. قربون شما، سلامت بشه. من اعتقاد دارم هرچی وسیله نقلیه کوچکتر باشه اون سفر با کیفیت تره. یعنی شما با پای پیاده میتونی بهترین نوع سفر رو تجربه بکنی تا یه وسیله نقلیه موتوری. دقیقاً. خب ما پیشینه فعالیت ورزشی داشتیم، فقط هم دوچرخه نیست. ما برنامه‌های ترکینگ هم با نیکان اجرا می‌کنیم. نیکان کوله پوشتی داره و راجع به این سفر پرسیدی. ما تو این سفر 22 آذر 1402 از عسلویه، از تهران با پرواز اومدیم عسلویه، از شهر عسلویه رکاب زدیم تا اینجا که خدمت شما هستیم، بندر آفتاب و میریم جزیره کیش و مجدد پرواز به تهران. در مجموع 7 روز برنامه شد، هولوش 250 تا 270 کیلومتر رکاب زدیم. عالیه. و در مورد چالش سفر با دوچرخه اونم با یه بچه، یعنی بیشتر میخوام در مورد سختی‌های یا چالش‌های نگهداری بچه تو سفر بشنوم یه چند جمله، و اینکه بعد این یه خاطری هم حالا تو این مسیر اگه داشتین تو ذهنتون موندگار شده اونم تعریف کنیم برامون. حالا گفتی خاطره. آره من عسلویه دنبال کپسول گاز بودم، زیاد گشتم مغازه رو، بالاخره پیدا کردم. یه خوشبایش کردیم با آقای فروشنده، یه چرخم گفت و کجا میری؟ گفتم از همین فرودگاه عسلویه شروع کردم میرم چارک، میرم بندر آفتاب. گفت خب چه کاریه، چه با دوچرخه، چه همین میخوای تورا باشی، نفری 200 تومن بدی سواریا میبرن. این جدی گفتم، واقعا هم جوابش منطقیه. و راجع به چالش‌ها من میذارم بیشتر باران توضیح بده. این ما چون بیشینه ورزشی داشتیم و قبلش هم حالا باران سینه‌نوردی میکرده، من کوهنوردی، برای ما چالش این نوع سفر خیلی کمتر از کسیه که خب اهل این جور سفرهای ماجراجویانه قبلا نبوده. ولی خب چرا همین الان هم چالش‌هایی هستش که حالا باران جان توضیح میدن. از دید خب منی که مادرم، چالش خب زیاد نمیشه گفت چالش. یه جورایی نیکان با دنیایی که برای اون به هر حال نو و جدیده داره آشنا میشه، خب به هر حال همکاری ما رو میطلبه دیگه. یعنی ما خب بار اولیه که پدر و مادریم و این بار اولیه ما و بار اولیه نیکان خودش یه اتفاقات جدیدی رو به وجود میاره. مثل اینکه مثلا نیکان تا وقتی که توی تهران بودیم هیچ علاقه زیادی به بچه‌ها، پارک اینا نشون نمیداد، ولی توی سفر خیلی زیاد مشتاق به پارک، به بازی کردن با بچه‌ها بود. حتی دل کندن از اونا باعث میشد ناراحت بشه یا گریه کنه. ریاکشن بقیه این بود که این اذیته، در حالی که نمیدونستن نیکان از دوست داشتن زیاده که دوست نداره جایی بره، دوست داره با بچه‌ها بازی کنه. خب
زیاد این اتفاق افتاده که نیکان خودش بیشتر اشتیاق داشته که سوار دوچرخه بشه. برخورد مردم توی مسیر چه شکلیه با شما؟ بیشتر انرژی میدن یا اینکه میگن چرا این کار انجام دادین؟ بله چطوریه؟ دو مدل بوده که هر دو مدلش هم مسعود الان بهتون میگه چی بوده، ولی راجع به چالشه من بگم نیکان تو این سفرها تنها چالشی که میشه گفت من به عنوان یه مادر داشتم باهاش این بود که همش ذهنم درگیر این بود که آب سالم، غذای سالم، غذایی که دوست داشته باشه، چون بچه‌ها تو این سن هر غذایی رو نمیخورن یا بد غذایی میکنن. من سعی کردم از خونه سری خوراک خام بیارم که براش مثلا دمی گوجه یا دمی مرغ بذارم که خیلی هم دوست داشت. برای من به عنوان یک مادر یا برای مسعود که پدر هست چالشش بیشتر غذاش بود و حالا نوع بهداشتش که تمیز باشه، پوشکش، لباسش، اینا همین. وگرنه بچه واقعا بیشتر از ما کنجکاو بود و خیلی اشتیاق داشت به این سفر. راجع به اون ما دو تا فیدبک حالا چه تو این سفر چه تو سفرهای قبلیمون با دوچرخه یا همون کوله پشتی داشتیم. فیدبک مثبت، فیدبک منفی. فیدبک مثبت اینه که خب میبینن، تشویقت میکنن، جلوتر وای میستن برات، فلاسک چایشون رو در میارن، ازت پذیرایی میکنن، گپ میزنن. این فیدبک مثبت است. فیدبک منفی اینه که خب سرما نخوره، این چه کاریه؟ بچه‌تون بدید من نگه دارم، مگه اجبارتون کردن؟ بدید من نگه دارم شما برید بیاید. همین. درسته، دقیقاً من میفهمم. انصافاً فیدبک دوم که منفیه خیلی کمتره، مثلا نسبتش 70-30 یا 80-20. من خودم ماهاست الان تو سفرم با دوچرخه، من میدونم سفر با دوچرخه چقدر میتونه چالش داشته باشه، ولی یکی از بهترین و لذت بخشترین مدل در واقع سبک سفره و شما رو دیدم کلی ذوق کردم و به شما میگم که چقدر کارتون واقعا تحسین داره، تمجید داره و این حرکت شما میتونه الگو و الهام بخش خیلیا باشه. اینکه بتونیم تو هر شرایطی، تو هر در واقع موقعیتی که هستیم، بچه داریم یا اینکه مشغله کاری داریم، یه سری دغدغه‌ها داریم، وابستگی‌ها داریم، تو هر شرایطی به یه چیزی، به یه مسیری اگه علاقه داشته باشیم راهش رو پیدا میکنیم که بتونیم انجامش بدیم. من یه جمله‌ای هم بگم راجع به مردم جنوب. بسیار آدمای خونگر، مهمون نواز، مهربون. ما هر سال مهمون مردم جنوب هستیم. فرقی نمیکنه از آبادان و خوزستان و اون خط بگیر تا بریس، ما همه رو سفر کردیم. البته هنوز خوزستان و آبادان رو نرفتیم ولی کلا مورد لطفشون بودیم تو مسیر. و اینکه ما تو این سفر که نیکان حضور داشته، چه امسال چه سال پیش، خیلی مردم رفتارشون با ما مهربونانه بوده، پذیرایی داشتن با ما، خیلی ما رفتارشون رو دوست داشتیم. و اینکه خانوما خیلی مراعات حال ما رو میکردن، تو جاده خیلی مراعات حال ما رو میکردن و اینکه پذیرایی زیاد، مثل اینکه مثلا توی دشتی بودیم یا آقایی با روی باز بهمون خورما داد، خانومی اومد خورما و چای هل داد، همینجور تو مسیر خیلی مورد محبتشون بود. بی‌نظیرن مردمشون. خیلی خواستم واقعا ازشون تشکر کنم. خیلی خوشحال شدم تو این مسیر شما رو از نزدیک دیدم، با امید تجربه های ناب و سفرهای بی‌نظیر. امیدوارم بازم توی مسیری توی جای خوب شما رو ببینم. قربان شما، سفر بی خطر خوش بگذره.